اگر از من سوال کنید که مهمترین سرمایه یک انسان در وادی زندگی برای رسیدن به همه موفقیت ها چیست؟ من بهت میگم عزت نفس، مهمترین سرمایه بشری. همون عزت نفسی که دقیقاً جنسش فقط یک احساس است و اینکه تو چه احساسی واقعا نسبت به خودت داری، چه حرمتی برای خودت قائلی، چه ارزشی برای خودت قائلی و تو در پیشگاه خودت چقدر احساس ارزشمندی میکنی و چه تصویری از خودت داری وقتی میگی من کیستم. و این سرمایه که واقعا مهمترین سرمایه بشره و شرط لازم برای رسیدن به هر موفقیتی است، این سرمایه بسیار در معرض خطر است که هر انسانی که به تو میرسه ممکنه واقعا خسارت بزنه به عزت نفس تو، آنجا که جمله تحقیرآمیزی میگه، آنجا که تو رو شماتت میکنه، آنجا که تو رو محکوم میکنه. لذا به نظر من از این سرمایه انسانی و الهی خودت باید مثل شیشه عمرت مراقبت کنی و اجازه ندی کسی به این عزت نفس تو خسارتی وارد کنه و لذا هیچ وقت خودت با هیچ احدی مقایسه نمی‌کنی و برای این باوری که تو بهترینی، تو یک موجود منحصر به فردی هستی، تو انسانی هستی که میتونی در هر عرصه زندگی موفق بشی و لذا هیچ گونه خودناباوری رو در دنیا خودت نمیپذیری تا با چنین سرمایه ارزشمندی که واقعا گوهر گرانبهای وجود توست تو بتونی این سرمایه رو در وادی زندگی خرج کنی و هر آنچه را که می‌خوای تو زندگی بهش برسی. آری عزت نفس.